سلام دوستان، چطورین؟ خوبین؟ من ایمان هستم. به سلامه من ماهان. سلام بچه، خوش اومدین به ویدیو جدید و جذاب با ایمان. با داش ایمان بریم کالاف بازی کنیم. خب بچه ها، وقتی که اومدیم کالاف بازی کنیم، الان میخوایم تو مولتی اینه. آره. مولتی پلیر تا همه رو جیب و جیب کنیم. خب رفتیم تو مولتی پلیر، اینو میزنیم، استارتو میزنیم و بریم شروع بازی. به به، عجب کیفیتشو به نگاه. ما کیفیتشو نگاه چقدر خوبه. خب بریم همه رو جر بدیم. خب این منم. آره من انتخاب میکنم. خب اومدیم که واسه کالاف جر با جر دادن. اینا شد. سلام. حال کردی؟ آره. بای میخوام این بار بزنم. بنداز بالاشون ببینیم انسان هست یا چیز کنیم. از اونا 10 نفر کشته شده ولی از ما هیچی کشته نشده، ولی یه نفر کشته شد. اینو چیز کنم منو دنبالش بدو ببینیم کجا میره. خب اینجا فکر کنم قایم شده. آره. کجاست؟ برو پشتش ببینیم کسی هست یا نه. خب بچه ها کجاست نزد؟ اینجاست با ببینیم. میخوام حساب کنم. اینجا هست. نشو بابا. من میخوام. آفرین. خب بچه ها، ماهان نمیذاره، من میدم به این بازی کنه. عجب چیز. خب بچه ها، الان ماهان داره بازی میکنه، نه اینکه من. خب این داره تو کجا نشونه گرفتی؟ ببینم انسانی هست یا نه. دشمن چه انسانی؟ چیزم دیگه. آفرین ماهان، آفرین. ببینیم کجا. اینو پشتر اینو دور برگم. آفرین. من چند سال کالاف بازی کردم. میتونستی با چوبم میزدی. وای بنده خدا فکر کردی که ما اینجاییم. آره. داشت نشونه میگم ولی ما اینو نشونه زدیم. می نگاه رو در آوردیم. بسم الله یا الله. بریم کجا؟ یک انسان شکار کنیم. دشمن نه انسان. همون هم دیگه. بزن. آفرین. ببینم کجان. میشه این دکمه میشه بگی که دکمه چجور میاد ها؟ هسته یه نمیدونم اینو. چیکار کنیم که بیاد؟ برده اما چیکار کنیم که بیاد؟ نمیدونم اینو. پس اون چجور زدی؟ قبلا چیز پر شد منم زدم. آفرین به دوستمون.
این دو باته چقدر خوشگله. این کاش مال من میشد. خب بچه الان دست منه. ما هم خب ما هم بردیم. خدا رو شکر بردیم. تمام ما رو لایک کردن از خوبی که بازی کردیم. خب بچه ها به حرف خانوادم گوش نکنید. توجه نکنید اصلا به حرف ما گوش کنید. خب اول اینو چیز میکنیم. این جعبه رو باز میکنیم. چند تا بزن دار؟ دو تا بزن دار. خب بعد میریم بعد میریم اینجا. بچه ویدیومونو هم لایک و هم ساب کنید. آره ویدیومو لایک و ساب کنید. خواهش میکنم. خواهش. خب داشتیم. آها یه آموزشی که میخوام بهتون بدم. آموزش اسکین گرفتن. اسکین گرفتن تو کارا. برای اینکه اسکین بگیرید همونطور که شما مشاهده میکنید یا دیدید من اینجوری اومدم اینو زده بودم برای اینکه اسکین بگیرین. خب اینو زده بودم. اضافه اینو میزنید. اینو درست اینو میزنید. خب بعد که اینو زدید ما باید چیز کنیم. آره اینو میزنیم. خب میتونه از اینجا اسکین بگیری اما این پولتون کافی باشه. سکه کافی باشه. همون جا میکنید. این سکه رو میگم. این سکه. خب این اسکین میگیریم. این اسکین همون اینی که بگم اینی که چجوری دامدش کنیم و خیلی هم زود براتون میاره. آره اگه اینترنتتون زیاد باشه خیلی زود براتون آره. میاره. ولی باید پول جمع کنید اینو بگیریم و یک روشی هست که اسکین هم بگیریم. خب این اسکین رو ببینید. این اسکین خیلی بهتره برای اینکه بگیریدش از اینجا تا اینجا. برای اینکه این اسکین رو بگیرین باید یک مأموریت انجام بدین. مأموریت اینا مأموریت های هستن. بذار مأموریت ها نشونتون بدم. اینا این مأموریت ها. خب ماهان که نمیذار یک لحظه ماهان که نمیذاره. خب ماهان بفرما. بچه ما دوتامونن هم کانال داریم. اسم کانال من ماهانه و اسم کانال ایمانم ایمان اکس. خب بریم به ایمان جون بدیم که به شما آموزش بده. خب برای اینکه این اسکین رو بگیرید با این 3 تا مأموریت چند تا مأموریت رو انجام بدین که نشونتون دادم. وقتی که انجام دادین این تیکه که بالا سمت راست بزنید تا مرحله بیاد جلو. خب آموزشمون هم تموم شد. حالا بریم برای بازی. بریم بازم همه رو جیل کنیم. خب بزنیم. خب بچه بریم مسابقه بدیم. خب بچه بازم همون مپس. آره زود باش و یکم صبور داشته باش. و شروع الان شد.
اول نفر منم دارم از جلو میرم. نه ردشون کرد. یکی از اونجا رد شد با. آفرین. اگه کسی توی ساختمانه بمب پرت کن. کسی میاد یا نه؟ ای نه شناش. رفت که نه نرفت زدیم بالاخره. اینا رو بزنم. چرا بایک میزدیم؟ هدشات کردم. هیچت کجاست؟ من نفهمیدم. ندیدم. بریم اینجا ببینیم کسی میاد یا نه. وای اگه نمیزدیم ما پدرمون در میومد. زد زود دوستمون. بابا زود باش. چرا خوب بزنیم ما مرسی داشت. باش بکنم داشت. دوست منو میزنی؟ وای احمق یارو چرا نزد؟ واقعا که نه کشتیم بدون اینکه چی تمام بشه. چرا اونجا رفت؟ بکنم دوستمونو کشتیم. نه یس چه قشنگ. بریم شروع میشه بازی. اسکینم دوست داشتی؟ آره اسکین واقعا خیلی خوبیه. یادم رفته بود از کجا. امیدوارم که شما هم بچه های گل بگیرین این اسکینو. امیدوارم انشالله. ماشاءالله بیا بچه با مینیگان بسم الله. یا اول پس نه بیا متون جر بدم. کجا فرار میکنی بچه؟ ایوال ماشاءالله به دوستمون. ماشین میگی؟ نه داداش دوستمون مگه چی کار دوستمون زد دیگه از کنار. بزن این دکمه هم داشت دوستی. بریم بچه های گل. کجا فرار میکنی ها؟ ماشین ترکید ما مردیم. این از کنار زد. باید پرت کن ببینیم. بهت کی نخورد. ببینیم کجا هستن اینا. دوتاشو در یک خوشتم. نه یکیش نمود. ببینیم از ما کی قوی تر بود. ما قوی تر بودیم. ما قوی تر بودیم. چند دقیقه شد؟ تا 20 دقیقه ما هم 20 دقیقه بذار 20 دقیقه. خب بچه ها اگر 20 دقیقه رد کن یا 20 دقیقه همینجا تمام بشه تمامش میکنیم باشه. خب دوباره میریم. بچه ها یه مپ جدید آورد. مپ جدید آره این خونه اینجا که همه جیر دادیم. اینجا انشالله همه هم بازم جیر بدیم. من اینجا وقتی قبلا خیلی مثلا کمی لگ بود پدرم در اومد اصلا. فکر کنم این مپ از این مپ بزرگتره. آره اینجا همه میری
همه جا میتونی بری. اینجا یکم کوچیک‌تره. برو قایم شو بعد بیاد بکش دیگه. برو اول قایم شو یه جایی. نه نمیشه باید حمله کنیم. نه یه جایی قایم شد از قلم رو اونا یه جایی قایم شد بعد اومدن بیرون همشونو بکش. کشتم چه عجب نمیده. ببینیم بچه های گل اومد. بزن ابا ما رو زد. بچه الان ماهان بازی میکنه. برم اونا بکشم. بدش در بیار ماهان. ببینم کجاست. ببینم گویه یا نه. ایگو پیدامون کرد. نه اون نیست. از عقب کش یا از جلو کش؟ نه عقب کش. از عقب معلوم دیگه دیدیم. 15 11 الان 12 شد. 3 تا بیشتره. حال کردم ازت ماهان. چرا اتوبوس پرتاب کردی؟ اینا رو بزنم. اگه دست من بودم من بمب مثل آدم باید پرتاب میکردم. نرفت دیگه. نه من از اینجا نرفت. 20 ساله ما بردیم. نه دیگه اون یکی هم شروع میشه. میگن ها نیمه اول ما بردیم مثلا الان نیمه دوم شروع شده بچه. آره بابا چرا نیمیه؟ دست من سیک داره اینجا. چه خوب ما رو زد. قشنگ زد. انصافی قشنگ زد. چه فکر کنم چون سلطون اومد. سلطون اومد همه رو جر بگه. چرا ما رو زد؟ میگم چرا ما رو زد. میدونم منظورم که چرا مهریم نفهمیدم. ببینیم از اینجا بریم بچه ها. ببینیم کسی هست یا اونی بالا ما رو ندید خدا شد. هدشات آفرین. هدشات بود. ببینیم هر دوتا شور زده آفرین. اول ما دیدیم بعد این دید او دید. آره بال اول پس شم از اینجا رفت. چرا نشد؟ کجا داشت میره؟ اینو بردم این قشنگ‌تره. مال اون بود که منو کشت. آره درست بگین قشنگه. ولی یکم سخته دیگه. چرا؟ یکم وزنش زیادتره. سگ ما رو کشت. آره سگم داره. میدونه. سگ از کجا بود؟ آخر نفر ما کشتیم. ببینیم از ما کی گرفته. این 3 تا بازی رو همشون ما بردیم. بازم ما هی 40 میشه. آخر 40 دیگه ما بردیم. تو آخر 40. بازم ما بردیم. آره ببینم ویدیو چند دقیقه شد. دوباره شما قشنگ‌تر بودیم. خب بچه‌ها فکر کنم این ویدیو کم کم داره تموم میشه. لطفاً خواهشاً کانال من رو ساب کنید و کانال من که اسمشونو گفتم کانال من ماهان و کانال ایمانم ایمان ایکسه و امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خب بچه‌ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. امیدوارم که سالم و سلامت باشین. شما هم انشالله که کال آف پلی های خوبی میشین انشالله. خب ویدیو تمومه. بچه ها خداحافظ.
خدا مامان تو هم خدا حافظی کن. خدا حافظ بچه. مامان اون کجا رفت؟ آها